روابط گذشته شما بر زندگی اکنون و آینده شما تأثیر مستقیم میذارن. با هر کسی که وارد رابطه بشید، پیوند انرژیکی و اتری بینتون برقرار میشه. با اتمام رابطه شما و قطع شدن دیدارهای حضوری و فیزیکی شما، ارتباط شما همچنان برقرار خواهد بود. تصور کنید که با آدمی وارد رابطه شدید که قبل از شما با تعداد بیشماری جنس مخالف در ارتباط بوده و پیوندهای انرژیکی بیشماری با آدمهای دیگه برقرار کرده و هنوز هم این پیوندها و رشته‌های اتری برقرار هست و با اونا در حال تبادل انرژی هستش. زمانی که شما با این فرد پیوند اتری یا پیوند انرژیکی برقرار میکنید، شما هم وارد این چرخه تبادل انرژی میشید. پس حواستون باشه با چه کسی وارد رابطه میشید و چه کسی رو به دنیای انرژی خودتون راه میدید. کسی که میتونه با این پیوند انرژی خیلی از مشکلات دیگران رو به شما منتقل بکنه.